به این اعتقاد داری؟ به چی؟ به تغییر اعتقاد داری؟ خب بله اعتقاد دارم. چطور اعتقاد؟ به چه جور تغییری اعتقاد داری؟ من توضیح میدم براتون. ببینید به هر حال چون رشته تخصصی من تاریخ هستش و همونطور که میدونید در طول تاریخ مردان بسیار بزرگی بودن که میخواستن تغییراتی ایجاد کنن که در این راه خونهایی ریخته شده و انسانهای درستکاری جونشون از دست دادن. چیزی تغییر کرده؟ تغییر نکرده. این شما اعتقادی ندارین؟ ببین من راجع به اعتقادات خودم الان صحبت نمی کنم، راجع به چیزهایی صحبت می کنم که شما بهش اعتقاد دارید. میخوام ببینم که وظیفه تاریخی ماست که محیط پیرامونمون رو تغییر بدیم یا اینکه باید خودمون رو با محیطی که در اون هستیم تطبیق بدیم. کدوم این هاست؟ من اعتقاد کامل دارم که هر انسانی باید تغییر ایجاد کنه. بله. تونستی کاری بکنی؟